دکتر صاحب محترم، مصادواری هستم باز در خدمت شما با سلسله یک بخش جدید از راهنمای پروتکل‌های اخذ اکسری معیاری است که این برای کسایی است که اخذ میکنه اکسری را، برای دکترایی است که با تماس هستند و میفرستند مریضا را برای اخذ اکسری، به خصوص دکتر صاحب اعصاب، دکتر داخله، دکترای جراحی ارتوپدی و تروماتولوژی و همچنان در بعضی حالات دکترای روماتولوژی هستند. برای اینکه بفهمیم که آیا اکسری ما به شکل معیاری اخذ شده، باید ما بفهمیم که چه قسم مناظر است، کدام استانداردها هست برای گرفتن اخذ اکسری و تا چه اندازه ما میتونیم من دکتر از این استفاده کنیم و به تشخیص نزدیک کنیم خود. همچنان کسایی که اخذ میکنن اکسری را، تکنیشن ها و رادیوگرافرها، اونا هم از خود طرز العملای دارن، اما باز هم بر از ما هم یک یادآوری دوباره میکنم به خاطر از اینکه بعضی از کسایی که تکنیشن رادیولوژی هستن از افغانستان تماس گرفتن تا خواستن تا معیارات CT و اکسری را برشان بیان کنم. در این قسمت ما چون موضوع بحث بزرگ است، ما آهسته آهسته به اصطلاح پیش میرم با استفاده از پروتکل‌های اخذ اکسری از گردن، شانه، سر و غیره تا به قسمت‌های دیگه استخوان‌ها که در لکچرهای آینده شما خواهد دیدین. چینل ما را سابسکرایب کنین و با این شکل شما میتونین یک تشویق کننده باشین و همچنان شیر کنین با دوستایتان، کسایی که در عرصه طب کار میکنن. کیا باید ببینن؟ گفتم تکنیشن های اکسری. در این صورت بر از اونا تشریح وضعیت، شاخص های تصویر، زاویه‌های مکمل که باید اونا رعایت کنن گفته شده. همچنان دکتر صاحبای داخلی اعصاب، جراحی اعصاب، دکتر ارتوپدی، تروماتولوژی، دکترایی که میخواین که معاینه تشخیصی خود بفهمند که به شکل استاندارد اجرا شده یعنی. محتویات قسمت اول بخش اکسری گردن و سر است که در اینجا مورای گردن و تعقیب تروما و تعقیب عملیات جراحی و همچنان گرفتن مورهای پایانی گردن که در بعض حالات خیلی مشکل است تا اونا را ارزیابی کنیم در نظر گرفته شده. اخذ اکسری گردن به شکلی است که اکسری میتونه به شکل نزد ما و دیگه و کسای دیگه که تروما نداره و عملیات نشده، اینا اگر کدام مشکلی را پیشان دکتر در نظر میگیره میتونه یک عکس اکسری عمومی گردن یا جنرال سرویکال اکسری را پیشان اجرا کنه. کسایی که پیشان عملیات صورت گرفته به خصوص عملیات کلووارد و تعویض دیسک بین الفقری پیشان صورت گرفته، پیش از اونها یک منظره خاص است که فقط در مورد زوایای عضو یک اندازه تغییر میکنه از اکسری عمومی و همچنان در حالاتی که فقرات پایانی مد نظر باشد چی باید کرد ایره میبینیم. در صورتی که اگر اخذ اکسری گردن پیش به شکل عمومی اجرا کرده، دو چیز داره، منظره قدامی داره، قدامی خلفی میگه، منظره خلفی، منظره جنبی داره که در صورتی که اگر من منظره قدامی خلفی در نظر بگیرم، در منظره قدامی خلفی بیم اکسری یا شعاع اکسری قراره که معلوم است از نامش از قدام میره به خلف، دتکتور یا فیلم که هست در قسمت خلف قرار میگیره. مریض میتونه ایستاده باشه، مریض میتونه افتاده باشه، مریض میتونه تا یک اندازه سر باید بالا شود تا سطح جسم فک این قسمت با قاعده قف که در این قسمت است با این سطح برابر شود یک سطح افقی. جنراتور میتونه 5 درجه از طرف پایین و طرف بالا، یعنی زاویه‌ای که میتابه مستقیم نه بلکه از طرف پایین و طرف بالا و 5 درجه به این شکل شعاع میتیم. فکر کنیم که اگر شعاع مستقیم اینجا باشه ما یک اندازه پایین و بالا شعاع 5 درجه میتیم. مرکزیتش در قسمت کریکوید است و شاخصهای تصویر طوری است که در اینجا خود عظم فک یا مندیبولا قاعده قف با هم دیگه در یک سطح قرار بگیره، چون ما هیر یک سطح قرار داشتیم. و همچنان اگر مریض کدام توجه باید صورت بگیره که اگر کدام گردن بند، کدام گوشواره، کدام دندانه که میتونست برای اگر موجود باشه او رو میکشیم تا تصویر ما بهتر بیاد. در منظره جنبی که منظری است که از نامش پیداست که اکسری از یک طرف میاد، دتکتور یا فیلم در طرف دیگه قرار داره.
در این صورت میتونه هم نشسته، میتونه افتاده و یا همچنین ایستاده اجرا شود. شانه ها باید یک اندازه پایان، به این معنی که مریض باید شانه خودت بالا نگیره، چون سبب میشه تا سطح جسم خود مریض زیاد شده و همچنان اکسری نمیتونه به خوبی تداخل کنه یا درآمد کنه و درجه جنراتور 0 درجه است، تغییر نمیتیم، مستقیم میتابه و در سطح 8 سانتی پایانتر از قسم حفره گوش یا مجرای گوش 8 سانتی پایانتر که مترافق به C3 C4 میشه، در این قسمت در سطح کمک خلف قرار میگیره و در این صورت ما باید ترخیا را ببینیم در قدم، پروسس اسپینوزی را در خلف ببینیم، حلقه فکه که از این بغل اگه ببینیم، حلقه مندیبولا را باید ببینیم در قدم و در صورتی که 7 موره باید دیده شود، C1 تا C7 و اگر نیاز باشه باز به منظرهای دیگه که هست مانند منظره شمشیرباز که از او هم استفاده کنیم. اگر لباس مریض، گردنبند مریض و غیره در به شکل بود که نمیتونست درست حساب تصویر ازش بگذره و مثلا از فلزات بود، اونو باید کشیده شود. منظره بعدی منظره نیمه جنبی است که در نیمه جنبی هدف عمومی ما است که ما باید کانال‌های بین الفقری رو ببینیم. میتونه به شکل قدمی خلفی نیمه جنبی باشه، میتونه به شکل خلفی قدمی نیمه جنبی باشه. به این معنی که وقتی که مریض اگر من هستم و در قسمت پشت سر ما دتکتور قرار داره، ما با زاویه 45 درجه در مقابل دتکتور قرار میگیرم و میتونه شعاع مستقیم بالای گردن ما بتابه و دتکتور دیده شود. طرفی که نزدیک به دتکتور است کانال‌های اجرا ما به خوبی میتونم ببینم. یعنی مریض میتونه هم وضعیت راست یا هم وضعیت چپ و زاویه 45 درجه را با دتکتور بسازه. جنریتور خود ما تغییر نمیتیم. مرکزیت ما هست 8 سانتی متر، پایانتر از حفره گوش مترافق با C4 C5 C3 C4 است. در اینجا کانال‌های بین الفقری را باید ما ببینیم. میایم سر تصاویر. در تصاویر وقتی که میبینیم منظره قدامی خلفی است، مریض باید فکش بالا باشه که از نظر تصویر وقتی که ما میبینیم فک بالای قاعده قفل در یک جای قرار میگیره در یک سطح و مرکزیت ما هست در نوع C3 C4 در بالای غضروف کریکوئید است مرکز ما. فواصل بین الفقری دیده میشه و همچنان در خط متوسط ما هست پروسس اسپینوزا دیده میشه. در بعضی حالات امکان است که ما ببینیم فقره هفتم اگر زل داشت اینجا میتونیم ببینیم. شما اگر متوجه شدین 2 3 4 5 6 7 فقره ما میبینیم. همچنان فقره تورکل یک همچنان اینجا دیده میتونیم. منظره جنبی از این 8 سانتی متر پایینتر از حفره گوش در سرحد C4 C5 ما C3 C4 ما قرار داره. در اینجا ما فک میبینیم قسمتش و 2 3 4 5 6 7 فقره را میبینیم، فواصل بین الفقره میبینیم، پروسس اسپینوزی را میبینیم، قسمت از تراخیا را میبینیم و بلعوم میبینیم و مسافه بین از نسیر رخوه‌ای که هست بین بلعوم و تراخیا، بین تراخیا و کانال ستون فقرات خود ما میبینیم. منظره نیمه جنبی ما هست به شکلی که گفتم 45 درجه یا به طرف راست یا به طرف چپ، میتونه خلفی قدامی میتونه خلفی اجرا شود و در اینجا ما کانال‌های بین الفقری را با بسیار خوبی میبینیم که قابل رؤیت است. همچنان باید در قسمت حقیبی از فقرات ما درست ببینیم، قسمت قدامیش میتونیم ببینیم، پروسس هایش میتونیم ببینیم و زاویه های و ببخشین مفاصل کوچکی که به نام زایگو اپوفیزیال آرتیکولات یاد میشه یا فاسد آرتیکولیشن یاد میشه. اینا رو به خوبی میتونیم ما ببینیم که پیش مریض اینا هم در تصاویر دیده میشه. این در صورتی که طرف راست ما نزدیک به دتکتور باشه فقط مورای راست، طرف چپ ما نزدیک به دتکتور باشه مورای چپ، کانالایش به خوبی میبینیم. این منظره گردن با یک منظره دیگه که به نام منظره دهن باز یاد میشه و در اینجا بر دیدن پروسس دنس و فواصل بین C1 و C2 هست ما میتونیم از این اجرا کنیم.
این میتونه به شکل منظری افتاده و تخته به پشت در صورتی که کسر موجود باشه اجرا شود. ناگفته نمانه که یک نقطه‌ای که مهم است که اگر کسر یا شکستگی در هر حالت مورد مشکوک باشه، در این صورت باید مریض به شکل افتاده اجرا شود، هم منظره AP یا قدمی خلفی، هم منظره جنبی، هم منظره نیمه جنبی و هم منظره دهن باز باید به شکل اجرا شود که مریض خوابیده باشه. تغییر وضعیت مریض اجازه نیست. سرحد دهن باز، سرحد مرکزیت ما در قسمت سرحد کنجای دهن قرار میگیره. در اینجا باید ما فاصله بین C1 C2 رو ببینیم، دنس ببینیم. در حالاتی که اگر امراض روماتولوژیک و امراض دیژنراتیو باشه، در اون صورت میتونه مریض استاد باشه و این منظره اجرا شد. میم سر وقتی که عملیات جراحی نزد مریض صورت گرفته باشه، این دو بسیار آسان و باید سطح مورد نظر ما که در جراحی صورت گرفته اولو رو بفهمیم که در بین C2 C4 C2 C3 C3 C4 C4 C5 در کدام سرحد اجرا شده و همون نقطه برای ما مهم است که ما باید او را ببینیم. بر علاوه از او دو تا پایان و دو تا پایان و دو تا بالا را با چون فاصله بین الفقری را باید ما ببینیم. مانند منظره عمومی اجرا میشه اگر گردن مریض بر دلایلی که نتونه بالا شود، در اون صورت زاویه ما از 5 درجه و زاویه میتونیم تا 15 درجه را پایان به طرف پایان و بالا تغییر بدیم. میتونه مریض ایسته باشه، میتونه مریض ایستاده باشه و یا میتونه مریض افتاده باشه اجرا کنیم. از منظره جنبیش همچنان مانند منظره جنبی اکسری عمومی گردن اجرا میشه. در اینجا باید یک اندازه قدام زیادتر مورد هدف ما قرار بگیره. شما متوجه شوین قسمت قدامی زیادتر مورد هدف قرار گرفته به خاطر از اینکه بعد از عملیات جراحی امکان است که اگر در این سطح C2 C3 C4 C5 بین C4 C5 عملیات شده، دیسک موجود است، دیسک به اصطلاح تعویضی فاصله بینشان دیده میشه. دیسک سلیپ نکرده، بیرون نرفته و الاینمنت گردن نرمال است. فاصله قبل از یعنی قدامی بین ستون فقرات و تراخیا به صورت عموم یکسان است. اگر در صورت هیماتوم موجود باشه باز دیده میشه که یک اندازه شکل بالشت مانند تغییرات در قسمت به وجود آمده. پروسس اسپینوزی نرمال است و یک اکسره کنترلی با تعقیب عملیات جراحی است. میم سر در صورتی که اگر ما در فقرات پایانی با مشکلات که شکستگی نباشه مشکوک باشیم، در اون صورت دو منظره دیگه داریم که به نام منظره شمشیر باز است که میتونه خلفی قدامی، میتونه قدامی خلفی اخذ شود. برای اجرا کنیم. در منظره خلفی قدامی مریض به طرف دتکتور می باشد، در منظره قدامی خلفی مریض پشتش به طرف دتکتور می باشد. با زاویه 70 درجه بدن انسان و دتکتور یک زاویه را می سازد. شما اگر ما موبایل خود به اصطلاح با یک پلیت یا پلیت دتکتور قرار بدم، وجود ما که زاویه را می سازه وقتی که ما ببینم از بالا 70 درجه باید بین دتکتور و بین دتکتور و وجود ما 70 درجه زاویه ساخته شود. همچنان دست که راست است و 90 درجه پیش کشیده میشه، دست چپ عقب رانده میشه و نزدیک به وجود می باشه نسبت به دست راست. در این صورت وقتی که ما بیم اکسری را در سطح مفصلی شانه که شما اگر اینجا ببینید در سطح سرحد شانه که نزدیک به دتکتور است در اینجا قرار بدیم و عکس بگیریم، ما یک منظری را میبینیم که قسمت های پایانی ستون فقرات گردن و قسمت بالایی فقرات ظهری یا تورکل در اینجا ما با خوبی میتونیم زاویه‌اش ببینیم، فاصلش ببینیم و ببینیم که آیا مهره چی مشکل درش هست. یعنی یگانه نقطه ای است که در اینجا اگر شکستگی موجود بود CT بهترین معاینه است که باید اجرا شود و وقتی که CT اجرا کنیم فقط استدباب CT در صورتی از شکستگی
در غیر از او بهترین منظره است برای منظره سپلمنت، برای گرفتن عکس قسمت های بالایی تورکل و پایینی سرویکل. اکسره جمجمه همچنان به شکل منظره قدامی و خلفی در صورتی که مریض ایستاده، نشسته یا افتاده باشه اجرا میشه. اندیکیشنش هم امراض سرطانی هست، تراما هست، مشکلات در سطح غضروف، مشکلات سطح سینوسای روی است یا وجهی است. در این حالت مریض یک اندازه باید سرشان خم در حالی که چشما خط قسمت کنج چشم و گوش با هم دیگر یک سطح قرار بگیره اجرا میشه. جنراتور تغییر نمیکنه، این در خط مستقیم بیم یا شعاع میتابه در مرکزیت وسط که در ساحه گلابیلا هست در اینجا میتابه. در این صورت باید پارس پتروزا در قسمت خلف و پایان آربیتا قرار داشته باشه. شما میبینید پارس پتروزا که ساحه سخت و عظم تمپورال است، این ما میبینیم. چشما باید با هم دیگر مترافق باشه، در یک سطح باشه و ما مگزیلا را ببینیم. سرحد مگزیلا که بارتسینی سرحد است، این ما در این قسمت میبینیم. دیدن میشه کانال های هوایی یا خانه های هوایی که در عظم فرونتال قرار داره، ایتمویدل قرار داره و خلف ازی سفینویدل و همچنان قسمت هایی از سینوس های مگزیلری رو میتونیم در این منظره ببینیم. در منظره جنبی ازی فقط مرکزیت خود تقریبا در حدود دو انگشت بالاتر از قسمت گوش یا کمک قدامتر قرار میدیم، جایی که ما در اینجا به اصطلاح در ساحه است که در اینجا سیلا تورسیکا قرار داره. سیلا تورسیکا را مرکزیت خود قرار میدیم و تمام جمجمه را ما میتونیم به خوبی ببینیم. کانال های خانه هوایی را با رنگ سیاه میتونیم اینجا به خوبی ببینیم. بخش دیگه ما بخش که میایه، چون هر ویدیو تقریبا 17 دقیقه 18 دقیقه است، عبارت از شانه هست و در اینجا مفصل اکرومیکلاویکولار، کلاویکولا، اسکاپولا و خود شانه را که در حالت تراما، غیر تراما و در صورت تمیز مفصل پیش مریض صورت گرفته باشه چه قسم اجرا کنیم در ویدیوی بعدی میبینیم. یادتان نره که سابسکرایب کنین و شریک بسازین ویدیوی مرا با دوستای دیگه تان. تشکر از توجهتان.